چرا نباید فست فود بخوریم؟ برای اینکه این غذاها با اینکه ظاهر خیلی خوب، طعم خیلی خوبی دارن، اما متاسفانه عادات غذایی خیلی بدی مثل پرخوری، سریع غذا خوردن و کم تحرکی رو باعث میشن. بیشتر این غذاها با غوطه‌ور شدن در روغن خیلی داغ درست میشن و باعث میشه که متاسفانه کلسترول خون بالا بره یا همون چربی خون افزایش پیدا کنه. در غذاهای فست فودی از نمک خیلی زیادی که بالاتر از استاندارد هست استفاده میشه و برای همین احتمال ابتلا به فشار خون افزایش پیدا میکنه. انواع سس ها و چاشنی هایی که کنار فست فود ها سرو میشه باعث میشه که اشتها افزایش پیدا کنه و اسید معده زیاد ترشح بکنه و دستگاه گوارش هم کارش بیشتر میشه و باعث چاقی میشه. نوشابه هایی که کنار غذاهای فست فودی سرو میشه پر از قند و مواد اسیدی شیمیایی هستن که باعث میشه که هم چاق بشید هم در هضم دستگاه گوارش اختلال ایجاد میکنه. با امید سلامتی و به امید موفقیتتون. بدرود.